به نام خدا میخوایم با هم دیگه الگوی آستین کودک رو رسم کنیم. ابتدا یک کاغذ الگو برمیداریم، از وسط تا میزنیم. برای کشیدن این الگو به 3 اندازه احتیاج داریم: قد آستین، دور بازو، دور موج. دور بازو رو تقسیم بر 2 میکنیم، هر عددی به دست اومد 2 سانت آزادی بهش میدیم که اینجا برای ما با 2 سانت آزادی میشه 14. 14 سانت از دلای بسته کاغذ افقی رسم میکنم. حالا به اندازه قد آستین یک خط عمود میکنم به خط بالایی و کادرمو میبندم. بعد میام قد آستینم هر چقدر هست تقسیم بر 4 میکنم برای کشیدن کاپ آستین. از اون نقطه بالایی از قسمت دلای بسته کاغذ برای من 11.5 شد، یک خط گونیا میکنم به قسمت مقابل. حالا از قسمت همون دلای بسته کاغذ یک خط مستقیم میکشم. الان این خط رو باید به 4 قسمت مساوی تقسیم کنم که 3 نقطه به وجود میاد. از این نقاط از نقطه اول 1 سانت میرم بالا، نقطه وسط هیچی 0، نقطه پایینی 1 سانت میام پایین و این نقاط رو به این صورت که میبینید از معمولا از وسط هم شروع کنیم بهتر در میاد. به این صورت به همدیگه وصل میکنیم که این تاج آستین جلو رو تشکیل میده. حالا میخوام تاج آستین پشت رو بکشم. از نقطه وسط 1 سانت میرم بالا و از این 1/4 آخری اینو نصف میکنم، از اینجا نیم سانت میام پایین و این نقاط رو به این صورت به هم وصل میکنم که من با ماژیک نارنجی دارم میکشم. بعد میام دور مچم رو تقسیم بر 2 میکنم که برای من 11 شد. از قسمت دلای بسته کاغذ 11 سانت میرم جلو و به این صورت مستقیم وصل میکنم به خط کاپم. اگر قرار شد دور مچمون رو کش‌دوزی کنیم این خط رو اصلا نمیکشیم. حالا میام ابتدا این تاج آستین نارنجی رو که مربوط به الگوی پشت میشه قیچی میکنم. ابتدای تاجم همیشه نیم سانت صاف میرم و تاج آستین پشت رو، چون تاج آستین پشت بالاتره، اول اونو جدا میکنم به همین صورت. بعد الگو رو باز میکنم، ببینید این قسمت پشت آستین شد. بعد میام تاج آستین جلو رو که من آبی کشیدم رو اینم خالی میکنم، قسمت جلو یه مقدار گودتره. اینم الگوی آستین کودک. ممنون میشم که با لایک و کامنتاتون حمایتم کنید.